در سال 2016 ترامپ او را مسخره کرد. در سال 2025 همان ترامپ با 99 رأی بدون یک مخالف او را وزیر خارجه کرد. چطور؟ این همان سوالی است که امروز با هم کالبد شکافی می‌کنیم. سیاست در واشنگتن شباهت عجیبی به تئاترهای شکسپیر دارد. جایی که تراژدی و حماسه تنها به اندازه یک انتخابات با هم فاصله دارند. داستان مارکو روبیو داستان مردی است که 2 بار متولد شد. بار اول در سال 1971 در میامی، پسر یک بارمن کوبایی. بار دوم در سال 2024 وقتی دونالد ترامپ نام او را به عنوان وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد. همان ترامپی که 8 سال پیش او را مسخره کرده بود. همان ترامپی که لقب مارکوی کوچولو را بهش داده بود. امروز ما قرار است به پشت این داستان برویم. لایه‌هایی که رسانه‌ها نشان نمی‌دهند. از کوچه‌های لیتل هاوانا تا راهروهای قدرت در واشنگتن. از تحقیر عمومی تا میز مذاکره با قدرتمندترین کشورهای جهان. داستان مارکو با یک راز شروع می شود. رازی که سالها بعد گریبانش را گرفت. روبیو همیشه خود را فرزند پناهندگان سیاسی معرفی می کرد که از چکمه‌های استبداد فیدل کاسترو گریختند. اما حقیقت کمی خاکستری تر بود. تحقیقات نشان داد والدین او در سال 1956 2 سال قبل از انقلاب کاسترو به آمریکا آمدند. یعنی آنها نه از کمونیسم بلکه به دنبال فرصت‌های اقتصادی مهاجرت کردند. وقتی این موضوع فاش شد، منتقدان گفتند روبیو دروغ گفته. اما آیا واقعاً اینقدر ساده است؟ پدرش ماریو روبیو مردی بود که در لاس وگاس به عنوان بارمن کار می‌کرد. مارکو بارها تعریف کرده که چطور پدرش تا دیر وقت گیلاس‌های کریستال را برق می‌انداخت تا پسرش بتواند کتاب‌های حقوق بخرد. مادرش خدمتکار هتل بود. هر روز اتاق‌هایی را مرتب می‌کرد که هرگز استطاعت اجاره آنها را نداشت. این تجربه او را به سمت یک باور عمیق سوق داد. آمریکا استثنایی است، جایی که یک بارمن کوبایی می‌تواند پسری بزرگ کند که روزی وزیر خارجه بشود. همین پیشین است که امروز او را به سرسخت‌ترین دشمن دیکتاتورهای جهان تبدیل کرده. هر دیکتاتوری در نظر روبیو یک فیدل کاستروی جدید است. جالب است بدانید مارکو روبیو در جوانی شبها خواب کاخ سفید را نمی‌دید. او خواب استادیوم‌های پر از جمعیت NFL را می‌دید. روبیو یک مدافع سرسخت در فوتبال آمریکایی بود. ورزش به او چیزی یاد داد که دانشکده حقوق یاد نمی‌داد. تحمل ضربه، بلند شدن، برگشتن به زمین. وقتی رویای حرفه‌ای شدن در فوتبال بسته شد، تمام آن انرژی را وارد دنیای سیاست کرد. در سن 28 سالگی شورای شهر، در سن 30 سالگی مجلس فلوریدا و در سن 34 سالگی رئیس مجلس. جوانترین رئیس در تاریخ فلوریدا. اولین آمریکایی کوبایی تبار که به این جایگاه رسید، رسانه‌ها او را اوبامای حزب جمهوری‌خواه می‌نامیدند. جوان، لاتین تبار، خوش‌قیافه، مسلط به ارزش‌ها. روبیو یک ناطق مادرزاد است. می‌توانست ساعت‌ها درباره مالیات صحبت کند بدون اینکه مخاطب خسته شود. در سال 2010 در مقابل تمام بزرگان حزب ایستاد. جنبش تی پارتی را با خود همراه کرد و به سنا رفت. اما او یک اشتباه مرگبار کرد. خیلی زود باور کرد که شکست ناپذیر است. سال 2016 قرار بود سال مارکو روبیو باشد. او تمام فاکتورها را داشت. جوانی، کاریزما، پشتوانه حزبی و یک داستان آمریکایی کامل. اما او با پدیده‌ای روبرو شد که در هیچ کتاب علوم سیاسی درباره‌اش ننوشته بودند. دونالد جی ترامپ. اشتباه مرگبار روبیو این بود که سعی کرد با ترامپی رفتار کند.
او که همیشه به وقار و سخنوری مشهور بود، ناگهان شروع کرد به شوخی درباره دستهای ترامپ. این کار نه تنها باعث عقب نشینی ترامپ نشد، بلکه جایگاه روبیو را به عنوان یک سیاستمدار جدی نابود کرد. ترامپ او را در یک گوشه گیر انداخت و با برچسب لیتل مارکو او را تحقیر کرد. این برچسب چنان چسبنده بود که حتی وقتی روبیو درباره پیچیده‌ترین مسائل سیاست خارجی حرف می‌زد، مردم باز هم به یاد آن لقب می‌افتادند. شکست در فلوریدا، یعنی ایالت خودش، تیر خلاصی بود. اما حالا بیایید به بخش پنهان داستان نگاه کنیم. در آن سالهای انزوا، روبیو چه کرد؟ او برخلاف بسیاری دیگر شروع به جنگ رسانه‌ای با ترامپ نکرد. او فهمید که پایگاه رأی حزب تغییر کرده است. او کمیته‌های اطلاعاتی و روابط خارجی سنا را به خانه تبدیل کرد. از یک سیاستمدار پوپولیست به یک تکنوکرات امنیت ملی تبدیل شد. او فهمید که برای بازگشت نباید مقابل ترامپ بایستد، بلکه باید به مغز متفکر سیاست‌هایی تبدیل شود که ترامپ می‌خواست اجرا کند، اما دانشش را نداشت. این هوشمندانه‌ترین چرخش سیاسی یک دهه اخیر بود. چرا انتخاب روبیو به عنوان وزیر خارجه لرزه بر اندام پکن و تهران انداخته است؟ پاسخ در یک کلمه است. ایدئولوژی روبیو معتقد است که قرن 21 صحنه نبرد بین دموکراسی‌های غربی و استبداد شرقی است. در مورد چین، او اولین کسی بود که خطر تیک تاک و جاسوسی صنعتی چین را فریاد زد. سالها پیش از آن که این موضوع به دستور کار اصلی واشنگتن تبدیل شود. او معتقد است چین نه یک رقیب تجاری، بلکه یک تهدید وجودی است و پرونده ایران؟ روبیو برای تهران سختگیرترین گزینه ممکن است. او بارها اعلام کرده که برجام یک فاجعه بود. نگاه او به ایران از دریچه دو عدسی می‌گذرد: امنیت اسرائیل و ثبات بازار انرژی. اما یک لایه عمیق‌تر هم وجود دارد. روبیو معتقد است حکومت ایران دقیقاً مثل حکومت کاسترو در کوبا با فشار حداکثری قابل لرزش است. او به دنبال تغییر رفتار نیست. او به دنبال تغییر موازنه قدرت است. او در وزارت خارجه ائتلاف‌های نظامی جدیدی در خاورمیانه و شرق آسیا خواهد ساخت. روبیو میگوید آمریکا زمانی محترم است که از او بترسند، نه زمانی که دوستش داشته باشند. این جمله راهنمای کامل سیاست خارجی اوست. اما پشت این چهره یخی و سیاسی، یک زندگی کاملاً متفاوت وجود دارد. همسر روبیو، جانت دوسدبس، کلمبیایی تبار است. داستان آشنایی آنها مثل فیلم‌های رمانتیک است. مارکو در نوجوانی عاشق دختری شد که ستاره تیم تشویق کننده میامی دولفینز بود. آنها ازدواج کردند، 4 فرزند بزرگ کردند. در میامی، در یک خانه معمولی، برخلاف بسیاری از وزرای خارجه آمریکا که ثروت‌های میلیاردی دارند، روبیو سالها با بدهی‌های دانشجویی دست و پنجه نرم می‌کرد. او همیشه می‌گوید من می‌دانم پرداخت قسط خانه در آخر ماه چه حسی دارد. این پیوند با واقعیت زندگی مردم سلاح پنهان او در مبارزات انتخاباتی است. در دنیایی که اکثر سیاستمداران میلیونر هستند، روبیو به نادر بودن خود می‌بالد. مارکو روبیو حالا بر صندلی تکیه زده که پیش از او توماس جفرسون و جیمز مدیسون بر آن نشسته بودند. او از تحقیر در مناظره‌ها به مدیریت بحران‌های جهانی رسیده است. از پسر یک بارمن کوبایی به سکاندار دیپلماسی قدرتمندترین کشور جهان. اما چالش اصلی او هنوز در پیش است. او باید بین وفاداری به دونالد ترامپ و واقعیت‌های پیچیده جهانی تعادل برقرار کند. آیا او می‌تواند آمریکا را به جایی ببرد که دوباره حرف اول را بزند؟ یا تندروی‌های او جرقه‌ای برای درگیری‌های جدید خواهد بود؟ داستان مارکو روبیو درس بزرگی برای همه ما دارد.
در دنیای قدرت هیچ شکستی دائمی نیست و هیچ پیروزی تضمین شده نیست. مهم این است که وقتی زمین می‌خورید چطور دوباره بلند می‌شوید. شما چه فکر می‌کنید؟ آیا روبیو موفق‌ترین وزیر خارجه تاریخ آمریکا خواهد شد یا قربانی بعدی بازی‌های سیاسی ترامپ؟ نظرتان را در کامنت بنویسید. اگر این محتوا را دوست داشتید، سابسکرایب و لایک یادتون نره.